شاهده محمدجانова مادر بلاگر جوان شهرزاد محمدجانov که از سیاست‌های حکومت درباره ستر و حجاب انتقاد می‌کند، اخیراً از جای کارش از بیمارخانه شهر وحدت آزاد شده است. نخست او را به اداره امنیت شهر وحدت دعوت کرده، بعد یک روزش از کار آزاد کردند. با امنیت شهر وحدت گفتن که نام فامیل پسرتون چی؟ گفتم که خیر محمدجان شهرزاد. جو گفتم اولمون خیلی سوالو که پسرتون آوردنتون در کار گپ میزنید گپ زنید که بیا ما گفتم دویم گپ میزنم دویم گپ میگم که خیلی بیا خیلی خوندنم تمام شود و شود ما گفت که باید با پسرتون مخابل دولت گپ میزنه دستگاه زنگ زدگی کمیته دین زنگ زده، کمیته کارگزاران زنگ زدگی. این مادر میگوید برگشتن پسرش را در شرایط فعلی نمیخواهد، چون قبلا به او هشدار دادند که در صورت بازگشت فرزندش را زندانی میکنند. سردختر بیمارخانه مرکزی شهر وحدت او را به اتاق کارش دعوت کرده، طلب نموده است که عریضه از کار رفتنش را نویسد. بعد در اومدم پیش سردختر، گفتم دای تا я. گفت почему так? Он о тебе не думал? خیلی با ما گفتم که что случилось? با گفت که پسرت مخابل دولت گپ میزند. با ما گفتم خیلی چندین بار و فهموندم پسر ما چندین سال شد میفهمونم خیلی وای کن کاری خودت کن وای کن دخالت دار نشو وای نکن خیلی چه بعد من خیلی کم وای کرد و خیلی زیاد نیستودم در وای اتاقش گفت که وای тебя будем увольнять. گفتم как؟ گفت که вот так. اما در بیمارخانه مرکزی شهر وحدت گفته های شاهده محمدجانova را به اساس میدانند. نشتگه با خواهش خودم که فشار میارن نه محض دروغ است. ما یادش که فشار نیاورده و یا با خواهش خودشون نشتگی نریزاره من مثال نه به شما پیشنهاد کردم. برکنار شاهده محمدجانova بحث تنده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که مقامات از خویشاوندان منتقدان در خارج همچون وسیله فشار استفاده میکنند، ادعایی که مقامات آن را رد کردند. از کار راندن مادر من سبب نمیشود که من عملهای خود را بس کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه دارد امروز دیسکریمیناسیای دینی را در جمهوری تاجیکستان بس کنند. ریت‌ها نسبت زنانی که حجاب به سر میکنند نشوند و ریت‌ها نشوند و حتی جریمه ها نکنند شخصای را مردهای را که امروز در داخل کشور ریشه‌های سنتی میمونند. شاهده محمدجانova با تجربه 20 سال همشیرگی اکنون بیکار و از 472 سامانه معاش محروم است. به خاطر پسرش از کار رانده شدن را نادرست می‌داند، چون به گفته محمدجانova پسرش شخصی برکمال و آزاده است.